موافق معلومات آماری زمین کارمی نزد حولگی اهالی در مقیاس ولایت اول سال 2025 34839 گکتار به قید گرفته شده. همزمان قطعه زمین خواجگاه‌های یارسان شخصی شهروندان که با نام زمین‌های پرزیدنتی معمول است 17703 گکتار را تشکیل می‌دهد. طبق معلومات منبع ذکر شده اگر در همین شکل‌های خواجگداری سال 2024 658474 تن کارتوشک استحصال شده باشد، پس 115265 تنش به زمین‌های اهالی راست می‌آید. از این برمی‌آید که سهم اهالی در استحصال همین نمودی زراعتی کشاورزی به غیر از پخته در زمین‌های نزد حولگی و خواجگاه‌های شخصی شهروندان نظررس است. از این نقطه نظر هم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به استفاده ثمرناک این زمین‌ها برابر زمین‌های کشاورزی خواجگاه‌های دهقانی توجه ظاهر نموده تاکید می‌نمایند که در همه زمینه‌های راهبری کننده ساختار کشاورزی و خواجگی دهات استفاده ثمرناک هر قطعه زمین و حداقل گرفتن روسیه حاصل از آن تحت نظارت قطعی گرفته شود تا فراوانی بازار استعمالی مردم تامین، وضع اقتصادی همان خاندان بهتر، ذخیره برای زمستان کافی و خدمه استوار در عملی کردن امنیت آذوقه‌واری گذاشته شود. هر سالی از همین حسابی زمین‌های نزد حولگی خود قریب یک تن کارتوشکا گرفتیم. پیازما از خودمون برند بیخی میکاریم، شلغم میکاریم، تورپ میکاریم. ما زمستانش که تورپ نمیخریم. کارتوشکا کردیم. این بغرد ما اونجا با کمتر زمینی پرزیدنتی ما هست است اونجا با کاشکا کردگی قریب یک 800 تا کارتوشکا ها ما های من این پیش خراب میکنیم، اینا پیش خراب میکنیم و ایش با زمستان با ذخیره میکنیم. جناب آقای سخنوانشون هم مشه یک سرمشق کاری خود کرده از همین اجرایش ما باید تامین کنیم. باید تذکر داد که در روند اجرایش دستور سپارش سرور دولت عاید به استفاده ثمرناک زمین به جماعت‌های دهات مسئولیت بزرگ واگذار است تا با اهالی محل کارهای نظارت استفاده زمین را به راه مانده، همزمان در انتخاب و دریافت تخمی خوش‌صفت زراعت کشاونده، تأمینات با آب پالیزی و دادن مصلحت‌های اگرونومی شرایط مساعد به میان آورده شود. در حدود جماعت 29094 اهالی به قید گرفته شده، زیاده از 5900 خانواده موجود می باشد. در اساس دستور سپارش‌های راهبر دولت محترم پیشوای ملت امامعلی رحمان ناحیه شهرستان اگراری بوده برای عاقلانه استفاده بردن قطعه زمین‌ها کشتی کارتوشکا، زراعت‌های سبز، پیاز کشت کرده شده با اهالی با طریق صحبت و آخر خود تشکیل کرده شده فهمانده داده شده است که هر یک وجب زمینی نزد حولگی خالی نمانده کشتی کار را براه ماند. بنابراین در حدود جماعت در نزد حولگی ها کشتی کارتوشکا، سبز، پیاز، کرم، پمیدور، غذای زمستانی کشت کرده شده عاقلانه استفاده برده ایستاده است. باید تذکر داد که طی سالهای آخر توجه اهالی به استفاده ثمرناک زمین افزوده است و امروز استحصال سبزیجات و کبودی‌ها تمام فصل سال خود گواه آن است که بنیاد گرمخانه‌های خرد استحصال سبزیجات و کبودی‌ها به حکم عنعنه نیک وارد گردیده. مردم درک کردند که استفاده مقصدناک زمین نزد حولگی و خواجگاه‌های یارسان شخصی شهروندان برابر ذخیره کافی برای زمستان می‌تواند به بهداشت وضع اقتصادیشان مساعدت کند.